مقامات اسرائیلی حمله به 20 پایگاه نظامی ایران را که گفته می شود در آن 100 هواپیمای جنگی استفاده شده است موفقیت آمیز نامیدند. آنها گفتند که عملیات روز پاسخ جواب به حمله ایران در روز 1 اکتبر بود. همزمان ما با انبار موشک‌های ایران و سیستم دفاعی هوایی آن ضربه زدیم. حالا برای اسرائیل آسمان ایران برای عملیات باز است. ارتش ایران گفت در حمله اسرائیل تنها سیستم راداری این کشور آسیب دیده است. یک نشریه سعودی نوشت پایگاه موشک‌های بالستیکی ایران خراب شده است که برای بازسازیش 2 سال لازم می شود. تحلیلگران اسرائیلی میگویند هنوز ضرری رسیده به این حمله دقیق نیست. نتیجه حمله در شبکه‌های اجتماعی دیده نشد. آسیب شاید داخل پایگاه هاست که اطرافشان دیوار دارند. ساکنان دیده نمیتوانند. شاید ما آنها را چند روز پس از طریق ماهواره بینیم. تحلیلگران اسرائیلی میگویند به خاطر اوج نگرفتن تنش اسرائیل به جای حمله به برنامه هسته‌ای و پایگاه‌های نفتکشی و پایگاه‌های نظامی حمله کرد. فشار بزرگ، خیلی بزرگ در 2 هفته اخیر از جانب مأموریت بایدن بود تا جنگ کلان نشود. با باور من اسرائیل که از امریکا سلاح و مهمات میگیرد و وابسته است نخواست بایدن و هریس را ناراحت کند. هدف حمله پایگاه‌های نظامی، سیستم دفاع هوایی و کارخانه استحصال پهپادها بود. اسرائیل میگوید به واکنش ایران آماده است. برخی تحلیلگران برینند که شاید ایران پاسخ ندهد. امیدوارم که آنها به قرار میآیند که با موشک‌های بالستیکی به اسرائیل حمله نکنند، چون ایرانی ها حالا درک میکنند که این پاسخ سخت اسرائیل و جنگ منطقوی را در پی خواهد داشت. مقامات اسرائیل میگویند با ایران حسابشان را برابر کردند و امیدوارند ایران پاسخ نمیدهد. با این وجود آنها میگویند به هر یک حمله احتمالی آماده هستند.